آموزش جذاب و کاربردی. روشن کردن صدای تایپ کلید، تغییر اندازه فونت و تغییر شکل ظاهری. برای روشن کردن صدای صفحه تایپ کلید کافیه که این قسمت کیبوردتون آچار سمت چپ رو کلیک کرده، پرفرمنس را انتخاب کرده و این قسمت زده کیپرس. شما اینجا با روشن کردن صدای کلید براتون روشن میشه و از اینجا صداشو کم یا زیاد میکنید. و اما تغییر اندازه فونت وارد قسمت دیسپلی شده و تکست سایز، از این قسمت سایز فونتتون انتخاب میکنید که براتون چقدر نمایش داده بشه. و اما نوع استایل ظاهری فونت که روی فونت کلیک کرده و این قسمت پروفایل و فونت رو انتخاب کنید و این قسمت میبینید که براتون نمایش داده شده فونت های مورد نظر رو و نوع حالت فونتتون